خیلی خوش اومدید به این ویدیو. مطمئنم هر کی که داره این ویدیو رو میبینه میدونه که من 100 ساله که هیچ ویدیویی نذاشتم و این ویدیو بعد این مدت‌های خیلی طولانی داره گرفته میشه. کل جهانم تغییر کرده، از جمله صدام، چون آخرین ویدیو که گذاشتم خیلی گفتین صدام تغییر کرده و کلا اتفاقای خیلی جالبی افتاده. امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید بعد از خیلی مدت‌های طولانی، بعد چند ماه نانوکرافت. اگه نمیدونی نانوکرافت چیه، که ما قبلا رفتیم، یه سروریه که با دوستامون میریم و خیلی از آدما هستن اونجا، از جمله ماینکرافت بوی و کلی آدمای دیگه که منم میرم اونجا. حتما لایک کنید و حمایت کنین و این ویدیو رو احتمالاً تو آپاراتم بذارم، ولی تو یوتیوب زودتر میذارم. پس اگه تو آپارات دارین نگاه میکنین 100% یوتیوب و تلگرام رو داشته باشین. تلگرام خیلی کارو میکنیم، لینک هر دوتاشون هم زیر ویدیو هستش 100%. اگه هم یوتیوب هستین که برین تلگرام دیگه. بریم سراغ ویدیو بعد از مدت ها. عالی. مکزیکو بود خوب. من فیلیس خوش دارم. وایسا کس رو میخوام. نه بلش کن. حق پیدا کنید، حق پشم پیدا کنید. آقا زیر زمین، آقا همون حرف رو من زیر زمین فکر کنیم نمیتونیم. سر بیاد زیر زمین. زیر زمین من ترجیح میدم بمیرم، انتخاب بهتریه. نه نکن زیر زمین بریم. زیر زمین بریم. مرسی. ترکید دوباره. اوکی، من همینجوری دارم در حال رقصیدنم و چستم هم یه چست درست کردم، وسایلامو اونجا گذاشتم که دیگه خیالم راحت باشه. آره من این رو میخوام آخر بگیرم، نمیخوام من تو صفحه مرگ میمونم. چرا اینجا آهن افتاده 6 تامونم؟ آهنا مال من بودن. اوکی بیاین بردارین وسایلتون، یه چست درست کنین اونجا بذارین وسایلتون. من میدونم تو همین چستی که اینجاست. اون چست منه. سریع وسایلام برمیدارم. اوکی من رفتم دیگه. عالی. عباس بیا فرار کنیم. عنکبوت بیادر. رضا بیاین پایین یکم بمونیم تا اینکه روز بشه، چون که واقعا چاره دیگه ای نداریم. زیر زمین. من میرم زیر زمین. ای وای رضا، اسپایدرها دنبال من. فرار کن. وای مردم، وسایلامو بردار لطفاً. بله مردم، وسایلام بردار. 36 تا چوب داشتم. رضا فقط بگو کجا مردی، کجای اسپان مردی؟ به قرآن یادم پتروس رفته قایم شده. جایی که تو اسپان شدی من مردم. تو اون چاله‌ای. خب من تو چاله اسپان شدم. وایستا. وای کمک. اوکی رضا فکر کنم میترسه بیسشو بهتره کنیم. نه داداش دشمنی نساد دیگه اول سیزن. از دوباره ایول دایمند. زغال. زغال. فکرم گفتی دایمند یه دفعه. یه غار بسیار بزرگ پیدا کردم. هر کی میخواد بیاد. رفته سیزن دوم تنگ شده. سیزن دوم که همینه. من اینجا ویدیو نمیگیرم خدایی. سیزن اول منم دنبال غذام حقیقتا. گاو هورا. یکم بد میشه. خب ما الان داریم اینجا گوشتن میکشیم. گوشتن هم نه، فقط بخاطر غذا دارم. به نظر من بکشش واقعا. خدا این خیابونیات صورتی. بدروس جان همه تخت دارن الان، کل بچه ها تخت باید داشته باشن. من دوتا خیلی. دادا من اگه جات بودم تا الان نمیکشتمش، شکنجهش میدادم. آقا من چرا دارم با قایق میرم یه جای خوب پیدا نمیکنم. من تو غار زندگی کنم، من فعلا تو غار باید زندگی کنم، بخاطر اینکه غار خیلی جای خوبیه. رضا المظلوم یه جای دیگه من فعلا دارم اینجا یکم ماین میکنم. وای نه نمیتونیم. وای غلط کردم. اگه مردی پتروس بگو واسه تخت بذار ریسپان ست کن. خب بذار تو برو بابا سوار شو مگه بخوای. رضا تو برو.
نمیریم به خدا. کمک چه اتفاقی داره میافته؟ منم با خبر کنید. خب خوشم بالاخره بیا تونستم کامل کنم. نمیخواد 15 دقیقه یا الفل من 46 دقیقه است دارم رکورد میکنم. جلوشی حافظه من بخاطر حافظه میگم. من تا الان دارم نصف نیمه رکورد میکنم. 50 دقیقه شده 100%. قاره بسیار عالیه دیگه. البته اگه نمیرم من قاره آشناییه. یا خدای آهن، چقدر آهن اینجاست. مردم. من زنده شدم و اینکه هیچ کس نیست فعلا و اینکه خودم الان فعلا سر رو ران کردم و اومدم که حداقل برم رو خشکی. حالا چی کم مونده؟ هیچی. و به نظرم بهتره که بریم جای بیسمون انتخاب کنیم. اونجا که نصف بچه ها این ور اون ور رفتن و من تنها هم و بهتره که تنها کلا همینجا باشم. فعلا یه بیس تنهایی درست میکنم. مرسی که داره بارون میاد. هر حال خواستم اینجا ویدیو هم بگم که اگه خواستید ثبت نام کنید توی نانوکراft، یعنی خودتونم حضور داشته باشید، میتونین برین توی چنل تلگرام خود آقا رضا که چنل تلگرام منم حتما عضو بشین. سری کارهایی دارم میکنم اونجا و تقریبا اونایی که فکر میکنم من مردم و زنده نیستم تو چنل تلگرام خیلی عالی و فوق‌العاده هستم که میتونین منو ببینین و به هم حتی پیام بدین. ولی خب حالا اونجاشو ولش کن. چون یه ماجراجویی بسیار بلند قرار داشته باشیم که میتونم بهتون نشون بدم که خیلی قرار زیاد باشه و امیدوارم که چیزای خوبی هم بر بخوریم حداقل و یه دفعه اتفاق بدتری نیفته. خب الان داره شب میشه و خب ما مواظب بیشتر میمونیم که کمی اینجا زغال سنگ بکنم. نه ولی زغال سنگ بهترین چیز دنیاست به نظر من. ولی آخرین ویدیو که گذاشتم خیلی ها گفتن صدات خیلی تغییر کرده. بعد من اون ویدیو رو یه بار دیگه دیده بودم، دیدم که چقدر الانم صدام تغییر کرده. صدای همه الان تغییر کرده. میدونی اونجا که من و آقا رضا همسن هستیم، آقا رضا هم صداش خیلی تغییر کرده. چقدر جالبه، یادم رفته بود گورگا تغییر کردن، چقدر باحال شدن. حیف که استخون ندارم. بچه یه شانس خیلی خوب الان پیدا کردیم، اونم یه غار به این خفنی که مطمئنا توش قرار دایموند پیدا کنیم کنار یه ویلیج. و دفعه قبلی بچه ها رفتن کنار ویلیجی و من نرفتم، ولی الان یه ویلیج از این دور دستا بالاخره پیدا کردم و اینم از این. قراره از این ویلیج از اینا هم داره. وایستا امیدوارم توش دایموند فقط باشه. حیف. خوب عالی. این درش کو اصلا خوبه. خونه صورتی هم درست کنم که چون که نمیدونم یه فرقی داشته باشه دیگه. همیشه به چوب صورتی علاقه داشتم ولی این چه کار احمقانه‌ای بود من کردم. مرسی واقعا، یعنی واقعا مرسی. چرا انقدر این ویلیج بزرگه؟ شاید من انقدر نیومدم ماینکرافت فکر میکنم اینا بزرگم. اینم خوبه البته. این که عالیه. ولی اونجایی که من آدم خیلی بدی هستم میخوام اینجا رو مال خودم بکنم. چست اینجا میذاریم که یکم خالی کنیم که به شدت وسیله داریم و نمیدونیم باید باش چی کار کنیم. هرچه من قطع امید کردم، تصمیم گرفتم این کار دیگه بکنم حقیقتش.
اونم اینه که خونمو الان اینجوری نکنم و یه خونه عادی همینو مثلا همینو تبدیلش کنم به اونا.